برادران برای شما در اخیر گفتنیم این توی من مبارک بگو اکای دوملا بسیار اشاره خوب هم کردن یک علامه را کتابش خواندم به نام سبحان محمود نازیم کتاب دارد درباره تربیت فرزند این مردک علامه هست این کس محدث است در دارالعلوم کراچی پاکستان این حضرت میگه که بسیار در تجربه دیدیم دو چیز برای فرزنداتون دریغ نداریم یکم برادر عزیز دائم نصیحتشون کنید برادر اولی دیدید چقدر ما با گمانی ما یکی گمانی ما خطا ممکنه من فکر میکنم که نمی شما سو فرزنداتون نصیحت نمیکنید من فکر میکنم گمانم ده که نمی حاضی میرین مثال در خاناتون خوشی ندارین که همین سگرگلایی که داریم جمع شکریم اینجا بیا مثلا پاگا ما مرا دین میگه که کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی پاگا ما ایطور میپرسانم ما گناه خودم کمی که با مقصد یک آفت دیگر را به سر خودم بگیرم بچه‌ام بدون که پیامبر نازنین گفته است که مروا اولادکم بالصلات و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع پیامبر گفته 7 سالشی نماز بخونه 10 سالشی جوگای خوابشونه ترک بچه باشه جدا کنین ببین و 10 سالشی نماز نخوان یک خمچه کبش کن در پارکش بذار بچه‌ام نمازکات بخوان ببین درختی که خردکک بود باغبان بگرداند او را چو خواهد چنان چو گردد کلام باز نتواندش که از کجی و خمیر بگرداندش درخت میدکک باشه پتیش سر کار بگیری کلان شید زور دیگه به درخت نمیرسه برادر عزیز برای فرزندکار یک طرز تربیت کنیم که حاگه در میدان قیامت هم حالی حدیثی مشهور داریم راویش ابو هریره میگه این مما یلحق المؤمن من عملی و حسنات بعد موتی حالی تو میبری میره کو میگه 7 عملی هست که کسی در حیات انجامش بده خانه قبرش دم که باشد حساب مردگی نیست یک تاون کیای ولدن صالحا یدعو له کسی فرزند صالح را میمونه و خانه قبر میروه بین هر قدمی هم فرزند ثوابه بر روحی رفته است هر کسی میگه رحمتش به تو میروه در کد نماز میخونه ثوابش به طرف است برادری عزیز این دست نتی امکانیت این هیچ که شما را من نکی که بچه تا نصیحت نکن بچه تا مقصد نماز من کن هیچ که این کار برای ما و شما من کگی نیست همین این چیزها را برادران یکم چیزی که همین جناب سبحان محمود نازیم که این خدر عالم کلان است میگه بچکاتون نصیحت خدا رحمت کنه عبدالله توستری را در همین کتابی همی خواندم میگه استاد دایش همون محمد سواره بوده میگه وقتی 3 ساله بودم میگه وقتی بیدار میشیدم میگه دویم میدیدم که در نماز شب ده وقتی میگه سلام میدیدم که بیدار شدم میگه عبدالله انا بیدار شدم ما 3 کلمه را ایشان میتونم همین را بگو میگفتم بگو چی را بگو بگو الله معی خدا همراه منه الله ناظر الیه الله مرا میبینه الله شاهدی همین 3 چیزا بگو میگه گفتم پگاه بیدار شدم گفتم 1 سال گفتم سال دیگه گفت 10 بار بگو سال دیگهش گفت 20 بار بگو همین خیلی میگه میده میگه امرو میگه وقتی به نماز آمد گفت که همه کلمه‌ای گفتی میدونی چی معنا داره تو چی معنا داره گفتی خدا همراه من خدا نظرم داره خدا شاهد بده خیر مادام قطعیت باشه نظرت کنه امرش اجرا نمیکنی میگه در نماز راستم کرد عبدالله توستری نام به نام عبدالله توستری شد که در کتابی همی خدا رحمتشون کنه نیشاپوری در تذکرات الاولیا ببینید دربارش مثال چقدر حیات پر سعادت گذرانده میگه دایش گفت که الحمدلله رب العالمین همون برکت کلمه را که من در قلبش که شینانده بودم همون درخت حاصل بود ولی یک نفر دیگر در همین کتاب اومد ابراهیم دامنی
میگم من بچه‌م دوی میگفتم که مرا کیو فریده بعد میگفتم بگو الله اوچتا کیو فریده بگو الله خطا کیو فریده بگو الله. برادرای عزیز این همین راه ها خطی فرزندا را تربیت کن. ولی ایما شما دا هزارها برنامه پیشترهایی که ملا نبود ولی شما در گرد جمع شما همین قملا بسیاره ملا نبود مردم امتی که بنده که در مذهبی که در ملتی که همش میدانیست. باز میگوی بنده که بنده را خیلی بنده میفهمانه تری یک کنترابنده کو اینه تری میفهمه میگم من بنده فلانی داری اون نمیفهمه بنده چیه. برادره این جای خنده نیست با خدا قسم. این جای بسیار حسرت است که ما و شما فرزندی که به حیث امانت الله داده ما که میپرسمون ما و شما پروا نداریم اهمیت نمیدیم. این چیزها را برادر از همیشه یکی نصیحت کردن گفت سبحان محمود نازیم. دویمش گفت دعا همیشه در حقشون دعا کنید. خیلی حضرت داملا اشاره کرد که در حق فرزند دعا کنید. فقط حضرت ابراهیم ابی ربی جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعایی. حضرت ابراهیم ابی دعا کرد ربی هب لی من الصالحین خدای مادامی که فرزند میتی اکرا عمرش در صد این بشارتی با فرزند کشید خدایا فرزند میتی فرزند صالح میتی. یکی چه فرزندی صالحش داد نه چه فرزندی خوبش داد. برای همین ما در فرزندا هم باید برادرات دعا کنیم که خدای مهربان هدایت شد. نگو که بچم زنداره نگو بچم نوسداره همه به دعا نیاز دارم. خدایا هدایت کن خدای دم آخرش خوب کن. همیشه دعاها را در حق فرزندا کردن کن. خداوند توی مبارک کنه. الله مهربان خاتمه هممون را به خیر کنه.